بر ضرر پدر و مادرت باشد، بر ضرر اقاربت باشد. هیچ وقت کلمه حق به خاطر منفعت شخصی خود، به خاطر پدر و مادرت، به خاطر خیش و قومت کلمه حق پنهان نکن. کلان پیام است، کلان زگنال است، کلان توبیخ است. او اهل قرآن، سخت مسئولیت داریم. این کافی نیست که ما به لهجه ها و مقامات متنوع قرآن بخوانیم و مردم در وقتی که ما وقف میکنیم با آواز بلند ما را تشویق بکنن، دیگه هم تشویق شیم. آیتی را که خواندی چی بود جناب قاری؟ بخوان تفسیر قرآن.